دنی کوچولو تخت تو بغل ننش خوابیده ای بید که عمه قشقشه تو کانال کولر میاد خنج میندازه تو سینه ننه دنی میکشه تا بلانس و ال تخم حروم قشقشه. سلام نفس. سلام و زهر مار. بیا باره ببین ننه چی داره تعریف میکنه برای بچه. هر وقت حالم خوبه جونت با من بعد صبح تا حالا 5 باری من بردم دستشویی میشینه داستان وحشتناک میگه براش. گفتم یه اسباب بازی بگی برای بچه که ننت نفرستیم پیشش. حالا اسباب بازیه که خورد میکنه. من یه کاسکویی براش در نظر گرفتم. بره یه معلمی بوده حافظ خوانی میکنه 4 تا چی با ادب میگه. اصلا حساب کن بچه‌و تربیت میکنه اینجوری حساب کن. تو پول کاسکو از کجا آوردی؟ تو پول سگم ندادی. تو چی کار داری؟ خدا روزی رسونه. 200 گفته چون نیمه کردم. این برای یه پیرمرد معلمی بوده خیلی با ادب فهمیدن. دو تا 4 تا بینوایان اثر کیه؟ ویکتور هوگو. شیره مسخالی چنه؟ میبینی؟ ولکو حالاش نمیگه. اینجا سلام هلو بیبی سینم ورم بگونه دستای نزن. حرف بعد یادش خیلی نده. بیشوره خیلی بیادبه خیلی بیشوره خیلی بیادبه. به درد نمیخوره درستش میکنه. اون موقع که عاشق بودم منو ندیدیم. این شعر کدوم شاعره؟ یه چی درستی بعد بیار یه دونه فرستی بده ما چه بخوریم. بستگی زیف پرنده کوبرش آورده. شوری حالا میکشمش خودم یه می باهاش میزنم اینجور نمیشه. هر چیز زشت یادش داده. من رو پوله حساب کردم. لا شاید دستمال بزن. وای ماچل خوردنی مامانت کجا بود؟ یه بدشه ببینی یه کمی اوبریز روش خیلی صدا میده. فرای چی رفتی خریدی؟ میرفتی آقای چراغی دست با بازی تا پل ما پل یه بازی فکری براش میخریدی چی گرمونه لکره؟ حالا میدمش یکی میفروشمش. همسایا میگنی کی اینقدر تو خونتون فوش میده؟ راست میگی ما یه خانواده آبروداری هستیم برای ما زشته. حالا هم اب نداره یا میذارمش سر جاش یا 500 تومن هم خریدنش. صدای چی بود؟ نمیدونم چیکارش کرده؟ برو تو ببینیم چی. سر بچه‌م 50 میلیون پرنده نابود نکنه بچه. کوش بابا فوش ناموسه میده. خب کوش حالا کوش. وای چی کارش کردی ماما؟ بابا خوردتش. Bir gülüşün bile yeterdi bana. Ben geldim sana ama engeldi zaman. Kalbin buz gibi benden uzak.